خانتالام هستم. اومدیم فری و حالا پارت 1 لانی والف. برم واسه راند اول. یارو داشت تکون نخورد فردا من تو رو میزنم. من تو رو سیاه خودم بدونم. بچه هر بازی که دوست دارید داخل کامنت ها بگید، من واسهتون انجام میدم. و منو اکتیو کانال شراکتی زدیم با هم دیگه. خوبی مامانه؟ چجوری هد زدی تو؟ فشار تموم شد کارمون. جوری که این داره ما میزنه آخه. خب بیا. استغفر الله و ربی و اتوب علیه. پینگ ما فقط 999 پینگ ایرانه. 999 پینگ ایرانه. اگه نیستی بلد، اگه ایرانی نیستی این ویدیو رو نبین، چون فشار میخوری از پینگ. چه حرفی زدم؟ واسه فرار نکن، فرار نکن. کجایی؟ شما به 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 که تو میای داخل بازی و من رو خلف گلی. ولی من به اگه تو بازیگری ما کارگردان بودیم. پینگ ایرانه. اینجا ایرانه یعنی شهری که خوبی مامانه. چی میخوری تو؟ بسر کن اینجا یخ اول بریم جلوان که اگه دیمیج شدیم حداقل این با پینگ خوبی دمیج بشه. من قدرت دنیا هر نصر من الله. هر قدرت دنیا نگاه اینجا گولیم. صبر کنید بعد پینگمون درست شد. چقدر خوب پینگمان درست شده. بیاید بیرون. به من میگن سیاه بخت، به من نخندید دادمای خوشبخت. فرار نکن. من رو فشاری فکولی. واه. هیچ وقت بچه ها یاد بگیرید من رو فشاری نکنید، چون تاوان پس میدید. بفت فری فایر مالا با پایین میده. What the hell. یار ما رو تو باغ نیست اصلا. مرد. به تاول بزن. خوب وقتی میگن یارت نوبه میگه نه، ولی چند دقیقه بعد میفهمی که نوبه. با یارو پشت سرش اصلا کورم هست. من نمیدونم چرا اینو آوردم داخل فری. کور به این بازی هم نیده بودم. تو هستی یک کور. گرازا دوم 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 دوری دوم. بیاید برن آدم های بدبخت. یه جوری که خودمونم بتونیم بزنیم. بیا پایین کارت دارم.
ران هده 126 تایی خوردی همون که بمیر. نمرد نمیر المومنین. 126 تا هده رایج مملکت بهش زدن نمرده، ولی من تو رو میکشم چون من دارم یک گرازه. لالای 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 لالای. بریم دست بعدی. خب بچه ما سعی کردیم رفیقمونم بیاریم ولی نیومد و حالا اومدیم دست بعدی. خب یارو یکیشون نوبه، دوتاشون نوبه قرآن. یکیشون دیگه دوتاشون نوبه. خب گان انتخاب کردن تا منو کشته. من اینو باید فکولم، البته فکوشم. تو نمیتونی اینو فکوشی. خیلی سخته برره حرف دارم، ولی انقدر من فیلم برره رو دیدم که باید خودم ببرم برره. میکشیم بیرون. هوی دو بدک دارن زن فکولم. این یخه یارم راش میدم جلو ببین. هوایی که یارم بیاد همون یارم رو همونجا وایساده. بله باختیم به همین ایزی دو تا نوب باختیم. اسم یارو CR7M87 یا ابوالفرز. خوبی؟ مثلا یکی رو اینجا بکرم فکرهای بعد یکی رو اینجا یه دمیج ماما میایی میزنیم بعد تو رو فکوشیم. نگاه کنید الان من از زیر میرم. یعنی اگه بیاد دو به تک جمع کردم من. دوباره فکر کردم چی دارم. تو هستی من تو رو میدم. ما آخر این حرفایم دیگه. نمیخواد ما رو خر کنی. روش میدیم و میریم جلو. هیچی نداری. هیچی نداری من. چجوری دمیج نمی شدی؟ من یکی میخوام دو به تک جمع کنم. من منتظرت بودم. بابا بمیره هد دارم میزنم به قرآن. این هد بود. یارمون بی موقع رفته. سب کنید باید دو به تک جمع کنیم. میریم اونجا اینو برمیداریم اینو برمیداریم.
ببین اول اینو خشارش خالی میکن 45 بعد میکشی ببین کارتون فکلم. نمیدونم چه باگی داره این بازی، چه وقتی که یاد چی میرسش اونو پرتمونی 72 تا دمیج بده، نمیدونم چرا. این اول راش میدیم به این یارو رو بکشیم. تو باز بمیری جانه واجه با اینا دوتایی حمله میکنن. بیا باخت دوتایی حمله میکنن. بچه ممنون که این ویدیو رو تماشا کرده. اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک کامنت و سابسکرایب بهتون نره و این ویدیو رو فعلا داخل کانال خودم میذارم و ویدیو پارت دومشو داخل کانال اکتیو شاید گذاشتیم و پارت 3 شو داخل کانال خودم میذارم، پارت 4ش داخل کانال اکتیو، یعنی 2 تا ویدیو داخل کانال من، 2 تا ویدیو داخل کانال اکتیو. خدا نگهدار.